ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли бинандагони шабакаи садои умед ва ба кулли нафароне ки алҳол моро тамошо карда истодаанд. худованд нигаҳбонатон бошад. Миннатдорем ки дар шабака обуна шудестен, лайк мондестен, наворро паҳн кардестен ва беҳтарин комментариҳо нависистен. хуб бародарои азиз, ин навори имрӯзаи мо ин якум даври озмуна дуюм қисмаш аст. шумо метавонед ба ҳазр тамошо кунед. иншаалло беҳтарин. Агар қироат мекардин як сураи аз Қуръон бисёр хуб мешад. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. саломат бошен қориҷон, беҳтарин овоз дорен, машааллоҳ аст. хуб қориҷон, агар ягон хатое медидед? саломат бошан ки қориҷон, иншааллоҳ ки беҳтарин қироат, беҳтарин таҷвид, иншааллоҳ мо ягон чиз гуфта нестем. машааллоҳ қориҷон, зинда бошен. беҳтарин. хуб як нашиде агар мехонем бисёр хуб мешад. چی دلبندی در این دنیا که مرداری کلاغان است، چه بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. چه دلبندی در این دنیا که مرداری کلاغان است، چه بنشینی در این منزل که آخر جمله ویران است. تماشاگاه فرعون است، عشرتگاه نمرود است، خزینه دار قارون است.
است عروس آرای شیطان است. چی دلبندی در این منزل نکردی توشه حاصل، همه افسانه ها باطل که بازی های شیطان است. نگر در باغ و در بوستان، عمارت ها و شهریستان، نظر کن سوی گوریستان، تو را گویند چه فرمان است. مکن با سیم و زر کوشش، نیابی جز کفن پوشش. مکن با سیم و زر کوشش، نیابی جز کفن پوشش. بکن با خیرها کوشش که دوزخ جای سوزان است. بیارن مرقبی چوبین، نه او را افسر و نیزین، درونی چادری غمگین، نه او را سر نسامان است. برندت سوی گوریستان، جدا از خویش و فرزندان. برندت سوی گوریستان، جدا از خویش و فرزندان. لبی شیرین رخی خندان، خوراکی مار و موران است. لبی شیرین رخی خندان، خوراکی مار و موران است. بیا ای مادری میسکین، تو برشی بر سری بالین. دعایم را بگو آمین که دردمند را چه درمان است. بیا احمد تو زاری کن، خداوندا تو یاری کن. بکن خیر در این عالم که از تنکو هزاران است. بیا ای سعدی میسکین، دم بر خاک من بنشین. بخوان تو سوره یاسین، ثواب او فراوان است. بخوان تو سوره یاسین، ثواب او فراوان است. ماشاءالله قاری جان باور کنین در یکم سخن ندارم، باور کنین همش خوب. قافیه و طرز خواندن، بهترین آواز، تجوید، همش صدفیضه. ماشاءالله بهترین گذاشتین قاری جان، زنده باشین. قاری امیرشاه اگر میشد میبرم آدم بسیار خوب میشد. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این محفلی ما. خوب یک خود رو معرفی میکردین که از کجا هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما از شهر قرغن هستم، امیر و امیرشاه. سلامت باشین قاری جان. چند پاره هستین؟ 5 پاره خواندگی است. ماشاءالله بهترین. خب اگر قرائت میکردین بسیار خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان بهترین آواز. خب قاری جان میدیدین یکم خطایی سلام باشین که قاری جان. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. وقتی که ایستادیم غفص، وقتی که گذشتیم الا بالحق، باز تونیک خوانده میشه، در حالتی که
در حرف قاف زیر اومده ایستاده است. الا بالحق و اجل المسلمین الذین کفروا عم عین، یعنی غف خونده می شود. بعدا شرکون گفتن ایستادین، وقتی که شرکون کشید شرک میگیم می ایستیم، بعدا شرکون فی السماوات و گذشته می رویم. بعدا حرف قاف وقتی که زیر اومد غف خوندین. بعدا انشاءالله که باز خطای تجویدی کمتر است، انشاءالله بهتری می شود. سلامت باشین، بهترین انشاءالله. خب اگر یک نشیده میخوانین بسیار خوب میشه. ای دستای گل مرحبا، با بوی ریحان آمدی، جانی همه عالم تویی که از عالمی جان آمدی، جانی همه عالم تویی که از عالمی جان آمدی. عیسی غلامی درگاهت، موسی بود چری راحت، رف بود جملان گاهت، تا تو به جملان آمدی، رف بود جملان گاهت، تا تو به جملان آمدی. هر به خلیلت شاکرین، هر به خلیلت شاکرین، عیسی به جان فرمان بری، از عالمی پیغامبری، محبوب رحمان آمدی. سلامت باشین قاری جان، بهترین آواز دارین، آوازتون فورم است. اما در همین وقتی خواندن چیزی که میخوانین، مثال یا نشید یا آیت، نوت را بگیم پست بلند میروین. خوب است، مثال قافیه‌اش خوب است، اما بلند و پست میروین. یکی از مثال سر میشه جمله، یک پست میگیرینش با بلندش میبرین، یا که یک بلند میگیرین پست میبرین. خطایی در میاد برای آواز فورمتون ما شما رو میگذرونیم و به همه مردم گفته ایستادم که مثال ما برای چی در اینجا همه را گذرانده ایستادیم. در دوم غلطیدن میشود، برای چی که باز میروم برای دومش تجویدهای خوب میکنن، مثال قافیه ها را همه را درست میکنن، بعد میبینن ان شاء الله اشتباه میکنن. خطایی شد با اون غلطه میغلطونیم. ماشاءالله برای آواز بهترین تون بهترین ان شاء الله گذاشتین. قاری نکروز اینجا باشد. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این برنامه ما، دعوت ما را رد نکردین. ماشاءالله خود را یک معرفی میکردین که از کجا هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله. من از قمسانگیر از دهه مختوم قلی، نام من نکروز. سلامت باشین. قاری جان چند پاره هستین؟ یک پاره عامه را میدونم و از هر جای قرآن سوره‌اش را ازود کردم. همه جمعش کنی 2 پاره و 3 ورق میشه. ماشاءالله بهترین. خب اگر یک قرائت میکردین بسیار خوب میشد. اگر ممکن باشه تا با آواز غوث خونه تا با آواز باریک. مایلش میشود. 5 آیتی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهذل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ماشاءالله قاری جان، آوازتان به نهایت بهترین آوازی فوران دلنشین است. سلامت باشین قاری جان. در حرف‌های ر در سوره والسماء والطارق یعنی قلقله کردین، در آخرهای آیات حرف ر رو جموندین و در سوره بقره یعنی آخرین آمن رسول و ملائکتی و کتبی و رسولی کمتر کشیدین. در اینجا یا نیست یعنی و رسولی. بعدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها پرتافتین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا خوندین. بعدا در اینجا هم حرفایی که به می آید شما اون رو کشیدین، به گفتین، کمتر کشیدین. ان شاء الله که موندگیش بهترین است. ماشاءالله بهترین. قاری جان یک نشیده میخوندین بسیار خوب میشه. بیا ای طالب جنت درود مصطفی مگوی شنیدن نامی آن حضرت درود مصطفی مگوی بیا ای طالب جنت درود مصطفی مگوی شنیدن نامی آن حضرت درود مصطفی مگوی سحر از خواب چون خیزی زیدی دشک و خون رزی سحر از خواب چون خیزی زیدی دشک و خون رزی دل با درد آمزی درودی مصطفی مگوی دل با درد آمزی درودی مصطفی مگوی آرامی جانم نامی محمد وردی زبانم نامی محمد ورد زبانم خدا نامی محمد نامی محمد نامی محمد ورد زبانم خدا نامی محمد نامی محمد نامی محمد در روزی محشر از آتشی تیز در روزی محشر از آتشی تیز باشد امانم نامی محمد باشد امانم خدا نامی محمد نامی محمد نامی محمد باشد امانم خدا نامی محمد نامی محمد نامی محمد. ماشاءالله بهترین قفیه هم خوب است. تنشید خیلی خوب است. و دور دوم انشاءالله که گذاشتین ما باور دارم که در دور دوم کدومش که خطایی کرده خطاییشون انشاءالله که اصلاح میکنین. بهترین ماشاءالله بهترین از گذاشتین برادر. قاری علی مرتضی باشد اینجا.
ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Қориҷон, хуш омадем ба ин озмуни мо. аввал худро муаррифӣ мекардем баҳри тамошобинон ки аз куҷо ҳастем? وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما شهر دوشنبه هستم. хуб, қориҷон, чанд пора ҳастен? هر جا از یاد کردیم، یک پورا را از یاد کردیم. و هر جا. хуб, саломат бошем, машаалло. мо ака асосан барои таҷвид аст. инҷода асосан ҳами таҷвида дидан мегузаронему ба овоза. хуб, агар як қироат мекардем медидем ку иншааллоҳ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. سلامت باشین قاری جان، بهترین آواز است. سلامت باشین قاری جان. در حرف ه یعنی تجویدی کمتر خطا میکنید و بعدا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. فکرم که این آیات رو پرت افتید. بعدا نفس برای نفس که شما آیات ها رو میگذارید، یعنی در جای ایست نمیایستید. وقتی که در آیات ایستادیم باید که در بین آیات بعدا نیستیم. شما که ایستاده بو بعدا چی کردین ان شاء الله که بهترین است بعدا. ای ماشاءالله. قاری جان یک نشید تاجیکی میخوندن بسیار خوب میشه. عربی تاجیکی نمیدونم. عربی است؟ ما گفته بودیم که تاجیکی باشد. خب معلش بخونین. دفعه دیگر نکیم تاجیکی. سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدلت أن أمنت فنمت رسيق البات بمثلك نستصغر نجما وضرا وجبال ولولا أثر النور لك قل لا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق تهلل وجه لنبيك يوم حداك الله وكم أين الحق وكم وافقك الله عز الله بك الإسلام ورضي الله سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. خب سلامت باشین قاری جان. در وقتی نشید خوندن قافیه ها را عموما ناجا میکنی. وقتی که مثال همون با فکر میکنم از میشه رشیدی بودن خوندگیتون کشش آواز وقتی که میخونیم یک بلند میبرداری شخص تم رنگ همون قاری گذشته مثال خوندن میخونی و بعد کم کم میستی. باید که نبیستی در بین قافیه در بین شعر نمیستی. وقتی که گذشته میستی با میگذاری خطاکش در همین است. خیلی انشاءالله که در دور دیگه شما رو انتظار هستیم. خب ماشاءالله. قاری داود خوجه باشد اینجا. داود خوجه بوده است. لشکر رو نه متاسفانه قاری با فکرم که در اینجا حضور ندارد. خیلی انشاءالله که باز با دیگر قاریاش میگذاریم. قاری سبحان باشد دولتوف. دیمان. خب السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین با آزمونی ما. اول خود رو یک معرفی میکردین که از کجا هستین انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله. مولانا سبحان هستم از شهر دوشنبه. الحمدلله که امروز ما در تاجیکستان بزرگمان اینقدر مولودها و قرائتها میگذرانیم. خداوند شبکه صدای امید رو نگهدار باشد و زیادتر همین خیلی قاری ها و همین خیلی مخلص ها خداوند زیادتر کنه، صفشون زیادتر کنه. به نهایت میندارم قاری جان. خب میگفتین که چند پاره هستین؟ من الحمدلله 25 پاره قرآن رو حفظ کردم. حاضر با 2 آواز قرآن آمدم اشتراک میکنم. ماشاءالله. خب یک قرائت میکردین انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سلامت باشین قاری جان. آوازتون بنهایت بهترین. دلنشین است آوازتون. انشاءالله قاری جان انشاءالله بهترین قرائت خوب در قرائت ختمی حرف ضاد یعنی در سوره الحم در سوره حشر باشد سوره صاد که تلفظ کمتر تجویدی انشاءالله که تجویدتون بهترین دو خطای تجویدی انشاءالله بهترین. سلامت باشین قاری جان. خب یک نشید تاجیکی میخوندیم بسیار خوشحال میشیم انشاءالله. به جنت نیست جایی به نمازان دهد دوزخ سزایی به نمازان دهد دوزخ سزایی به نمازان اگر خواهی که در جنت درآیی مرو اندر سمایی به نمازان مرو اندر سمایی به نمازان برایت تا به هفتم عرش اعلا ز دوزخ ناله هایی به نمازان ز دوزخ ناله هایی به نمازان ز خویشی به نمازان زن نگیرد مده دختر به شاهی به نمازان مده دختر به شاهی به نمازان اللهم صل و سلم و بارک علیه. ماشاءالله قاری جان نشید خواندنت به نهایت بهترین و آوازتون به نهایت دلنشین است. سلامت باشید. ماشاءالله بهترین می نداریم در دور دیگه شما رو انتظار. خب قاری ناصر باشد اینجا. قاری ناصر متاسفانه قاری جان هم نیومده است. فکر میکنم که در دور دوم ان شاء الله که میآید. خب در اینجا قاری محمد دولتزاده. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین به این محفل ما. میندار هستیم. خب اول خود را یک معرفی میکردیم که از کجا هستین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما از شهر دوشنبه میشم. سلامت باشین. قاری جان چند پاره هستین؟ هر جو 7-8 تو. سلامت باشین. خب اگر قرائت میکردین قرائتتون رو میدیدیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله العظيم. ماشاءالله قاری جان، آوازتان به نهایت آواز خوب است. انشاءالله بهترین قاری جان خطای تجویدی در حرف ر یعنی غوث خوندین و در حرف قاف و در حرف داد و بعدا حرف رو روشن نمیخونید. انشاءالله تجوید بهترین نصیب میشه. ماشاءالله. قاری جان یک نشید میخونین اگر؟ چرا ای بنده عاصی به این درگاه نمی آیی چرا ای بنده عاصی به این درگاه نمی آیی چرا وقتی پریشانی به سوی ما نمی آیی چرا وقتی پریشانی به سوی ما نمی آیی منم با تو توی با من چرا بگانه میگردی منم با تو توی با من چرا بگانه میگردی اگر روزها تو در کاری چرا شبها نمی آیی اگر روزها تو در کاری چرا شبها نمی آیی منم غفور منم غفار منم علیم منم ستار منم غفور منم غفار منم علیم منم ستار چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی به غفلت میگذرد عمرت از این درگاه چرا دوری به غفلت میگذرد عمرت از این درگاه چرا دوری. خب سلامت باشین قاری جان، آوازتان به نهایت آواز خوب است. به نهایت اگر مشق نیم باوری دارم که خیلی و خیلی با خوبتر می شود، اما قافیه ها تماما به قافیه خوندین و آهنگ نمیزنین نمیکشونین. مثال همین نش کمتر خطایی در وقتی نشید خوندن هست که مثال وقتی که انسان گوش میکند، خب مثال بسیاری ها با نوشتنی گوش میکنن، همونجا با خطاگی خودتون میفهمن و باید نشید چنان خوندن که در قلب همه خیلی راحت کنه انسان. کمتر میخونه قافیه ها و طرز خواندنتون آهنگتون خیلی خطا هست. لیکن ان شاء الله از روی تجویدتون شما را میگذرونیم به دور دیگه. در دور دیگه ما انتظار میشیم که ما باور دارم که با تغییری خوب خواهد آمد. خب سلامت باشه قاری جان. خب دوستان عزیز، این بود برنامه امروزه ما. من فکر میکنم که بسیاری در این برنامه خوشحال شده هستند و دعاگو باشین که خداوند ما رو نگهبان باشد و همین خیلی برنامه ها رو باز زیادتر کردن گیریم. در این جدت قاری ما مثال یکم مشکلی داشتن، شاید یکم سبب شده است که نتونستن اومده در ویدیو اگر خوشمند باشن میتونن که بیان اشتراک کنن. این هم بود نوار امروزه ما. در حق ما دعاگو باشین، در حق کلی همه برادرایی که در اینجا حضور آوردن دعاگو باشین. خداوند هر یکی ما و شما رو نگهبان باشد تا برنامه‌های آینده. فی امان الله.